خب عرضم به حضورتون که بحث معرفی داکر رو داشتیم که ببینیم داکر چیه. من خودم داکر رو خیلی مقدماتی و خیلی نوبم توش و فقط در حد آشناییه و ممکنه که یه سری چیزایی که میگم مثلا اشکالاتی داشته باشه توش، اشتباهاتی داشته باشیم، اشکالاتی داشته باشیم. ولی گفتم حالا یه چیزی که حالا یاد گرفتم چند وقت باش درگیرم شیرش کنم. عرضم به حضورتون که خب داکر، من این اسلایدم پیدا کردم مال این آقا هست فردریک مویسن و گفتم از همین استفاده کنیم دیگه. خب بریم جلو ببینیم که حالا این خیلی وارد قضیه چرا و چگونش خیلی جلوتر میشه این اسلاید. داکر در کل اینم سایتشه اینجوریه که خیلی خلاصش رو بگم، شما تو حالت عادی اول باید بگم چی بوده و حداقل برای من و چی میخواد بشه و چی شده. تو حالت عادی مثلا داکر رو نداریم فکر کنید. باید وقتی یه سرور رو که میگیرید برید روش هر چی که لازم دارید رو نصب کنید، حالا لینوکس، ویندوز، مک، حالا هر چی که هست. معمولا 99% سرورام که لینوکسی هست، حالا شاید کمتر بیشتر. ارزم موضوعتون که تا حالت عادی میرید اون سرور رو آپدیتش میکنید، مثلا کاماند اول. کاماند بعدیش مثلا میای نود جی اس نصب میکنید. خود نود جی اس اصلا خودش یه داستانیه. حالا کدوم ورژن نود جی اس رو باید نصب بکنی؟ مثلا 18 19 شاید مثلا بعدا بخوای عوضش بکنی. حالا من تازه اصلا با چالش هایی که بعدش هست خیلی نمیخوام دامن بهش بزنم که خیلی موضوع قابل فهم و ساده باشه، ولی شما اینو بدونید که من یه لول خیلی ساده از مشکلاتو دارم میگم. و حالا باید مثلا روش دیتابیس نصب بکنیم، حالا مونگو دی بی، ما اسکیلی، چیزی، یا حالا مثلا حتی اسکیل سروری، یا حالا یه دیتابیسی و بالاخره ما باید مثلا رو اون سرور نصب بکنیم. بعد بریم روی یه سری چیزای دیگه نصب بکنیم، مثلا یا مثلا روی سروری میخوایم وردپرس نصب بکنیم، باید پی اچ پی شو نصب بکنیم، دیتابیسش رو نصب بکنیم، حالا معمولا ما اسکیل، و بعد خود وردپرس رو نصب بکنیم، بعد بیاریمش بالا و همه اینا داستان داره. بعد با کدوم ورژنش باید کار بکنیم، ورژن قدیمی مونه، جدیدی مونه، همون وردپرس میگیم یا نود جی اس میگیم و از این قبیل داستانا. بعد حالا مخصوصا که تو اسکیل های بالا اصلا یه اتفاقات وحشتناکتری میفته. یعنی فکر کنم مثلا شما 6 تا سرور داری، روی 6 تاش باید وردپرس نصب بکنی که بعد اینا رو مثلا با هم کلاستر بکنی، مثلا چند هسته ایش بکنی یا یه دونه رو چند تاییش بکنی. حتی خب دیوابس نمیخوام اینجا چیزی یاد بدم چون چیزی هم بلد نیستم، فقط بحث داکر. داکر اومد که جدا از اینکه حالا چیه دقیقاً داره میخواد چیکار کنه، داکر ایمیج چیه، کانتینر چیه، این چیه، اومد که یکم کارا رو راحت کنه و کارا رو من که وقتی باهاش کار میکنم راحته. حالا سرور قبلیه رو رسین یادم رفت. سرور قبلیه در جریان مثلا مد نظرتون باشه که فکر کنید یه سرور داریم، کلی روش چیز میز نصب کردیم. اوکی، حالا میخوایم مثلا اصلا سرور پاک میشه، دوباره میخوایم یه سرور دیگه بیاریم بالا، دوباره باید به نام خدا بشینیم 3 ساعت وقت بذاریم کانفیگ بکنیم بیاریمش بالا تا چی آقا بیاد. مثلا حالا انجینیکس لازمه یا نود جی اس مثلا لازمه، وردپرس لازمه، پی اچ پی لازمه، هر چی که فکر بکنید از تکنولوژی. بعد کدوم ورژنش رو نصب بکنم. مثلا یه سری هستن که مثلا کار با داکران نمیکنن، یه نوتایی دارن تو مثلا کامپیوترشون که همه کامندا رو پشت سر هم گذاشتن دیگه، وارد کپی پیست میشن. کپی پیست، یا مثلا یه خیلی حرفه‌ای بوده یه بش نوشته که همه اون کامندا رو پشت سر هم رام میکنه و خلاصه از این قبیل داستانا. تا اینکه داکر معرفی شد، ببین بیس داکر رو من میخوندم، جالبه که حالا قبل اینکه شروع هم واردش بشیم از قبل وجود داشته، ولی اینجوری نبوده که حالا بخواد مثلا داکر مثلا با این شرایط استفاده بشه و پیاده بشه. خلاص آقا داکر اومد که یکی اینکه کارو برای نسخه دادن و اینا راحت بکنه. حالا بریم جلوتر شاید باز مفهومش قابل درک تر باشه و یه چند تا مثال میزنیم که ببینید چه جوری میشه.
بیس داکر اینه که ماشین مجازی های کوچیک کوچیکی میاره بالا، ولی حالا تو این اسلایدر گفته نیست آقا، VMs نیست، ویژوال ماشین نیست این کانتینر، ولی نظر من هست یه جورایی، چون اصلا وقتی رو ویندوز هم نصب میکنه، حتی نسخه های قبلیش نه نسخه های جدیده داکر قبلی ها رو نصب میکردی رو ویندوز، اصلا یه چیزایی در رابطه با VM نصب میکرد، ویرچوال ماشین نصب میکرد که بتونه یه چیزی باشه، بتونه بیارش بالا. حالا اون چیزایی که در آینده صحبت کنیم، ولی در کل میگه که اگه خب VM نیست، چون که کانکشناش خب راحت ساخته میشن، لحاظ منطقی و ساختاری هم و مزیتایی که به اون میده با ویرچوال ماشین فرق میکنه. آره ایناش درسته، ولی در کل از همون تکنولوژی ها داره استفاده میکنه. VMs رو مثلا تشبیه کرده به یه ساختمان کوچیک، ولی کانتینر رو یه آپارتمان تشبیه کرده که کلی توش چیز میز هست. ما توی خونه کوچیک تهش مثلا یه خونه نود جی اس، مثلا ورژن 18، یه دونش MySQL، یه دونش فلانه، ولی توی یه دونه آپارتمان 10 تا نود جی اس داریم، 10 تا MySQL داریم، به کدومش دوست داری وصل بشی، به کدومش دوست نداری استفاده وصل بشی و خیلی چیزای دیگه. ساختاراشون هم حالا میخواد بگه که تقریبا این شکلیه، فرق میکنه. مثلا داکر این بیشتر برای دیوابس هست، این تفاوتش. شما شاید اصلا شما ویرچوال ماشین ها هم VMs هم قدیم حالا هنوز هم یه سری جا استفاده میکنن نباشه، یعنی اونا هی ماشین مجازی رو میندازن با لینوکس روی سرور میارن بالا، دوباره ماشین مجازی رو میندازن با لینوکس دوباره روی چیز میارن. ولی داکر یکم قضیهش متفاوته که جلوتر آشنا میشی. میگه میسازیش، انتقالش میدی و اجراش میدی. میگه با هر زبان برنامه‌نویسی اصلا براش مهم نیست که چی هست، تو چه سیستم عاملی داره میاد بالا، اصلا روی سیستم مجازی میاد بالا، فیزیکی رو کامپیوتر خودم میاد بالا، رو کلود میاد بالا، رو ابراروان کجای فرق نمیکنه، همه جا میتونه بیاد بالا با همون کیفیت. و یه سری مفاهیم هست. داکر ایمیجه، خب حالا من کار با نوشته اینجا ندارم ولی با تایتلاش کار کنم. داکر ایمیج چیه؟ داکر ایمیج مثلا گفتم که نود جی اس 18 نود جی اس 18 مثلا میشه یه ایمیج، نود جی اس 17 میشه یه ایمیج. مثلا پروژه ما میتونه یه داکر ایمیج جدا داشته باشه، حالا اختصاصی. پس چی؟ یه سری داکر ایمیج ها رسمی هن، پابلیک هن. حالا هرچم سوال داشتین بپرسین ها، سعی میکنم بازش کنم موضوع. یه سریشو میگم داکر ایمیج های، حالا بعدا اینا رو بذاریم کنار هم، شاید بهترم باش آشنا بشی و مثال بزنیم. داکر ایمیج پس چی شد؟ دو مدل داره. یکی مدلای عمومی داره، مدلای رسمی و پابلیک داره، و یه سری مدل‌ها داره اختصاصی هستن. یعنی خودمون برای مثلا پروژه خودمون یه دونه داکر ایمیج نوشتیم و یعنی یه داکر فایل نوشتیم که با اون داکر فایل یه داکر ایمیج اختصاصی برای خودمون ساخته که حالا بعداً اون رو بتونیم استفاده کنیم. داکر کانتینر چیه؟ کانتینر از هر ایمیجی به وجود میاد. حالا ممکنه از 5 تا ایمیج به وجود بیاد، حالا اون بحثش جلوتره. ولی پس داکر کانتینر هم اینجوریه که از هر ایمیجی، مثلا این نود جی اس 18 داکر ایمیجی که مثلا مثال زدیم، 10 تا نود جی اس میتونی بیاری بالا که مثلا رو 10 تا سرور با پورت های مختلف رو سیستم آماده به کار باشن و همشون هم یه ایمیج ساخته شدن، ولی دارن 10 تا کار هم مثلا جدا انجام میدن، به 10 تا پورت مختلف وصل شدن. و داکر انجین هم همین کارا. چی بگو؟ الان داکر کانتینر یه رپری برای ایمیج‌های مختلف میشه، درسته؟ ببین یه جورایی داکر کانتینر و داکر ایمیج مثلا اینجوریه که بذار اینجا مثلا من این اپ داکر دسکتاپه، حالا فعلا ببین ایمیج ناکن، مثلا ایمیج وردپرس دارم اینجا، خب رو سیستمم. مثلا یه ایمیج تراکتور داره، یه ایمیج وردپرس کنه. آره MySQL وردپرس. حالا من وردپرسشو مثال میزنم قابل لمس تر باشه. من میتونم یه دونه وردپرس بیارم رو پورت مثلا 3000، از این یه کانتینر بسازم رو پورت 3000 و دیگه رو کامپیوترم رو پورت 3000 دیگه وردپرس رو دارم.
از همین ایمیجه دوباره میتونم یه دونه کانتینر دیگه بسازم که مثلا این دفعه رو پورت 4000 باشه. یعنی از این یه جورایی اینستنس میگیرن و یه تمثیلی ازش ساخته میشه همش. اینا یعنی من میزنم آقا، خیلی هم نمیخوام کامن لاینی بزنم که آقا مثلا دیفالتش مثلا میگه رو سروره پورت 80ش این رو پورت 80 ران میشه. من میگم اوکی من پورت 3000 رو به من بده از این ایمیجه، وصلش بکن به پورت 3000 سیستم عامل من، یعنی لوکال هاست من بس میشه به 80 اون 3000 من بس میشه به 80 اون. اینا این بالا هم نوشته و اگرم روش بزنم میبینی یه وردپرس با چه سرعتی رو پورت 3000 من آورد بالا. خب حالا اگه سیستمم بکشه چون داره منابع میگه، میام یه دونه دیگه میگم خب اوکی یه دونم رو 3001 بیار و یه دونه وردپرس آورد رو پورت 3001، یه دونه آورد روی 3000 و هر کدومشون حالا اگر آدم بیکاری باشم میتونم برم جلوتر و کانفیگ بکنم. یعنی کاملا دو تا اپلیکیشن جدا هن اینا، ولی از یک مادر تولید شدن. از یه ایمیج میتونم صدها دهها کانتینر بسازم. اصل کانتینر اینه. حالا تا اونجایی که میشد حالا تست کرد که میشه مثلا استاپش کرد. آره این تقریبا از این. پس اینم برنامه از این بود. پس این داکر ایمیج اینجوری. حالا به جای که وردپرس بذارم میرم داکر مثلا پی دبلیو میارم بالا، داکر پروژه خودمون میارم، یه پروژه دیگه میارم. بریم جلوتر. اینجا یه ذره کامندی گفته، میگه که ما یه داکر اگه اشتباه نکنم داکر هاب داریم، خیلی شبیه گیت هابه که مردم بگو بله درست. ببین یه داکر هاب داریم که میتونه عرضم به حضورتون که شبیه گیت هابه و حالا تو بازی برنامه‌نویسی و اینجوریه که مردم میتونن حالا به صورت اوپن سورس، هم کسایی که خیلی معروفن میبینید اسم آشنا میخوره به چشم، انجینیکس، مونگو دی بی، آلپاین که یه لینوکس خیلی کوچیکه، لایت، نود جی اس، ردیس و دیتابیس ها، حتی سیستم عامل، اینا میتونن روش بیان بالا و یعنی بیان بالا که اشتباه گفتم تو این اون داکره هست فایلش. یعنی من اگر اینجا وردپرس رو دارم، وردپرس اینجا نوشتم، وردپرس هم نه داکر وردپرس این صفحه اون داکر هاب است، وردپرسه آفیشیال، نسخه رسمیه، حالا مقدار امتیازش و چیزاش هست. و برای یه نکته قبل اینکه اگه خواستین رو سیستمتون اجرا بکنید دو سه تا نکته داره اینو شروع به کار بکنید با داکر. این که سیستمتون بکشه حتما، یعنی سخت افزاری بکشه و اینکه حافظه به اندازه کافی هم داشته باشه. یه سی پی یو دیگه 2 هسته‌ای به حتی رو سیستم‌های الان فقط رمشه که مهمه. رمش مثلا 8 گیگ اذیت میکنه ولی 16 مثلا اوکی. 16 گیگ تقریبا، حالا بسته که با چه داکر ایمیج رو میخوام بیاریم بالا مقدار چیز میگه. مثلا الان رو سیستم من 1.5 گیگ رم گرفته در صورتی که هیچ کانتینری روشنم نیست. حالا فکر کنید که مثلا چند تاش هم روشن بکنم این سخت افزار میگیره و 40 گیگم تقریبا 20 گیگم فکر کنم تا الان فضا گرفته. این سایز داکر ایمیجاست، 900 مگ و 700 مگ و 500 مگ و اینا و این هم از این. پس و موقعی که میخواید نصبش بکنید تحریمیم، یا از شکنی چیزی استفاده بکنید DNS چیزی، یا اینکه VPN وصل بکنید و اینا دیگه، چون تحریمیم. و خواستین هم زمان نصب بکنید حالا از سایت های ایرانی که میتونید بگیرید و تو خود سایتش هم میتونید برید داکر دسکتاپ برید و هم برای مک سری ام داره، ام 1 ام 2 اینا، مک های اینتلی، ویندوزی، لینوکس. یعنی میگه اینو ما همینجا مثلا با یه حالا یو آی به ما نشون میده.
قبل اینکه گفتم ادامه بدیم بهتون گفته باشم این نکته هم. و خلاص این داکر هاب چیکار میکرد؟ شبیه گیت هاب تو به سری تگ و اینا برای پیدا کردنشه. اینجا توضیح داده که تو این داکر فایل از چه پی اچ پی مثلا استفاده میشه، چه ورژنایی من از مثلا وردپرس رو ساپورت میکنم و از روی اینا میخوای خب یه سری کارهای دیگه بکنی، اینجا رو چه سی پی آی میتونیم بیاریمش بالا و همینجوری اصلا وردپرس چیه، یه سری کامند میگه و راجع به اینا هم صحبت خواهیم کرد. چی؟ الان مثلا بخوام یه پروژه ریاکتی مثلا بیاریم بالا، بعد ایمیج نود جی اس گرفته بشه، درسته؟ آره دیگه، چون نود جی اس لازم داری. نود جی اس میگی من رام میکنی؟ ببین بهترین کار یعنی فنیش اینجوری که آقا من بزنم داکر مثلا ریاکت جیز اگزمپل مثلا، خب یه همچین چیزی و اینجوری شاید مثلا راحت، مثلا که دیگه اصلا کامل اومده توضیح داده این سایت خودش، اینو گفته با ما اسکیل میخوای، مونگو دی بی میخوای، این مثلا با انجینیکس میخوام. خب یه داکر فایلش هم همینجا باید این داکر فایلش. ببین این یه اگزمپلی، یه مثالی آورده بالا که حالا یه نود جی اس رو نصب میکنه، پکیج جیسون رو کپی میکنه و یه سری چیزا رو هم میکنه، پورت چند مثلا روی پورتی رو استارت میزنه. حالا راجع به اینا میشه یه توضیح کوتاهی داد، ولی میخوام میگم اینها بهترین کارش اینه که بعد انجینیکس نصب میکنه. این نکته هم همینجا بگم، یه اشاره هم کردم، این آلپاین که میگه آقا انجینیکس آلپاین یه لینوکس خیلی لایته، فکر کنم مثلا 128 گرم میخواد و اینا، خیلی مثلا رو اکثر شاید یخچال و مخچال و اینا حالا نمیدونم علمشو ندارم، ولی انقدر سبکه که روی این دستگاه‌های لوازم خونگی هم حتی مثلا شاید این یا مشابه اینا نصب میشه. این لینوکس خیلی لایته، برای همین اون لینوکس نصب میشه، انجینیکس رو اون نصب شده. نه اگه دیدین نود آلپاین یا چی آلپاین، اون یعنی رو لینوکسی این انجینیکس نصب شده. فایل کانفیگ برداشته و ارزم بزرگ که آوردش بالا، پورتش هم گفته دیگه، پورت گفته. این داکر فایلای این شکلی حتی خیلی دیگه کامل نوشته، راحت ترن برای استفاده. حالا مثالای دیگه هم داره مثلا، ولی آره کلیات کار همینه که یه نود جی اس باید از داکر ایمیج نود جی اس نصب مثلا استفاده بکنیم و خب آره دیگه باید این داکر فایل رو بنویسیم و یه سری آره صدا داشتم. ببین بعد یه مثلا مثالی که یه نکته هم هست، پروژه های بک اندی مثلا شاید 3 تا داکر ایمیج بخوان. یعنی چی؟ مثلا همین وردپرس یه دونه مای اسکیل میخواد، یه دونه نود جی اس میخواد، چه نود جی اس میگم پی اچ پی میخواد، یا خود داک خودشون میخواد که بیاد بالا. خب داکرها با هم وصل میشن، داکر ایمیجا که جلوتر بهش اشاره میکنم. حالا باز بریم جلو، بعد حالا هرچی هم با سوال بود حالا بپرسین، ولی حالا گفتم شاید خیلی سوالا هم جلوتر بگم. کامند اولش چی میگه؟ داکر پول یه پکیجی، یه داکر فایلی، داکر فایل رسمی، داکر ایمیج یعنی در اصل. حالا مثلا اینجا اینه، ببینید دستور شده داکر پول وردپرس. این پول که میگیره اتفاق عجیبی نمیافته، این داکره رو دانلودش میکنه روی سیستممون. مثلا این وردپرس رو اگه ببینید اگر نداشته باشه میره دانلود میکنه و اضافه میکنه و میاره تازه توی لوکالمون، یعنی هیچ کار عجیبی نکرده، فقط یه پکیج رو دانلود کرده. شما میتونید مثلا همین بعد همین جلسه هم خیلی راحت اینو بزنید. داکر ایمیج های موجود روی اون ماشینی که بهش وصلید بهتون میگه. من رو میزنم داکر ایمیج، میبینید حالا با اسمایی که حالا مختلفه، ما اسکیل، وردپرس، حالا این یه پروژه نکست جی اسی بوده و حجماشون رو میگه که ساخته شدن این داکرها نه رو سیستم ما، و یه آیدی هم بهشون میده برای یه سری کار فنی تر. پس این با این دستور ایمیجامون رو نشون داده.
یه دستوری زده میگه که آقا با یه همچین کامندی میتونید این داکر ایمیجتون رو بیارید بالا، به اصطلاح ازش یه کانتینر درست بکنید. داکر ران داش دیه میدونستم چیه، ولی حالا مهم این قسمت هست. داش پی 5000 لوکال هاست منو وصلش بکن به 5000 که اون حالا هر آی پی که هر پورتی که اون توه، اون با لوکال هاست 5000 چیز کرده، منم 5000 رو به 5000ش میخوام وصل کنم. اسمش هم بذار حالا این و با این شرایط از این ایمیج و فلان که تقریبا فکر کنم یه همچین اگر درست بزنم داکر ران این دشتی هم اشون میذارن. الان دیشب یادم بود الان یادم رفته. پورت مثلا 8000 رو وصل بکن به 80. فکر کنم اسمشم میذارم مثلا WP از ایمیج وردپرس فکر کنم این و اجراش. حالا برای اینکه باز مطمئن شم که اجرا شده یه داکر PS میزنم. داکر PS دستوریه که کانتینرها رو میاره. میگه که یه دونه ورد با اسم WP ران شده، پورت 8000 تو داره وصل میکنه به 80. پس یعنی الان من لوکال هاست 8000 باید روش یه وردپرس بیاد بالا. یعنی اومده بالا. یعنی به همین راحتی، یعنی یه داکر پول بزنید و این یه دستور یه خطی که همینجا زدم شما یه وردپرس دارید رو سیستمتون. و حالا فعلا میذاریم رام باشه. داکر پی اس که کانتینرها رو میاره و میگه که استاپ هم بزنید، استاپ میشه. دیگه راحت ترین کار اینه که بزنم داکر استاپ WP و اصولا استاتوس این دیگه هیچی ران نیست، ولی اینجا گفتش که یه دونه 8 ثانیه پیش ران شده. این از این هم که بحث پاک کردن اون کانتینر است، پاکش میکنی و اینم بحث اون پاک کردن ریموو ایمیجشه. این ایمیج رو رو سیستمت پاک میکنی. اینم بحث کامندیشه، یعنی چه با یو آیش چه با حالا این یو آیشه اونم کامندشه، خیلی فرقی نداره. ولی چون که اکثرا در بگم 80-90% اوقات روی سرورها ران میکنن داکر رو، کامندی بیشتر مورد پذیرشه. اینم حالا راجع به داکر فایل اومده حرف زده. داکر فایل در اصل میاد چیکار میکنه؟ داکر فایل میاد از این ایمیج رسمی ها، این ایمیجی که توی داکر هاب اومدن بالا استفاده میکنه و یه سری حالا انوایرمنت ها، یه سری کارها، یه سری تنظیمات رو روش میاد تغییر هم میده، یه سری کارها میکنه یا یه ایمیج جدید ازش درست میکنه. اینجا مثلا توی این مثال اومده فرام این توسیا خاکستری ها کاملشن، میگه فرام آلپاین، مثلا از یه لینوکس آلپاینی برام درست بود، از ایمیج آلپاین میاد توش می دستوره لینوکسی هم هست، پایتون و پایپ رو برام نصب کن، بعد حالا آپگریدش بکن فلانشو و بیا یه فایلی رو سیستم من احتمالاً فکر کنم کپی کن روی حالا فلانجا و پایپ اینستال هم روش ران کن و رو پورت 5000 هم بیار بالا. آخر سرم برای اینکه ران بشه برای دائمی این کامند این هم برای من بیار بالا. خیلی خلاصه گفتم، شاید هم توش غلط غلط داشتم تو توضیحات، ولی کلیات داکر فایل اینه. یعنی من الان نمیدونم این کدوم پروژه اصلا باز هست نیست. ببین من یه پروژه نکست جی اسی داشتم، حالا شاید برای شما که فرانت کارید ملموس تر باشه. این فایل داکریشه، اینجوریه که گفتم که آقا از نود جی اس ورژن فلان آلپاین هم که توضیح دادم بیا یه فولدر مجازی درست بکن، پکیج جیسون بذار توش، این پکیج ها رو نصب بکن با این دستور، بیلد بگیر و تقریبا دیگه ها
بعد اینکه حالا این یه تقریبا 2 بار بیلد شده، یه سری کارا داشتم روش میکردم. این عملا یه سری کداش الان دوپلیکیت شده، یعنی این شاید لازم نباشه و اینم شاید لازم نباشه. خب و رو فلان فولدر بیا این پکیجا رو کپی کن، رام بکن، بیلد بگیر، کاری که خودمون معمولا انجام میدیم تو طول روز. پورتشو بذار رو 3000. فقط نکته، من اینجا روی دستوراتم نوشتم که داداش این مثلا Next.js رو حتما رو پورت 3000 بیاری بالا، این حواستون باشه. و آخر سرم یارن استارت رو بزن و با این کامند این پروژه Next.js با این داکر فایل براش ساخته شده. حالا من داکر فایل دارم، بعدش باید چیکار کنم؟ بذارم توضیح داده. آره، وقتی داکر از داکر فایل نوشته میشه از یه ایمیجی که به اصطلاح مثلا مثل Node.js هست استفاده میشه و یه سری کارا قرار روش بکنین، باید بیلد بشه اون ایمیجه و ایمیج خودمون رو داشته باشیم. نکنید اینجا، برای اینکه یه بار دیگه توضیح بدم یه ذره گنگ نشه موضوع، من اینجا ایمیج وردپرس رو داشتم، اینجا ایمیج مایسکیول رو داشتم، ولی اینجا که حالا مثلا به اسم ترای 2 ذخیرش کردم، اومدم گفتم که داداش با این مشخصات بیا این ایمیج رو، این داکر فایلشه، دستورش هم ساده است، داکر بیلد بکن، یه دشتی هم تگه، یه اسمی هم براش میذارم، با یه ورژنی چیزی میسازم اون داکر رو. حالا که پوش کنی و اینا هم که بحث داکر هابیه، ولی اون داکر ایمیج رو من میسازم. و الان خیلی باز اگر مشکلی داشتید بگید تا اونجا که بتونم توضیح بدم. اینی که میگم آقا من از این پروژم که Next.js بوده با این داکر فایل و با دستور داکر بیلد یه دونه ایمیج ساختم، چون سخت افزار میگیره منابع. بله همون احتمال داره که سیستمم کند بشه، احتمال داره، حالا چون هم روی اینترنت تاثیر میذاره، ولی خب کامندشو میزنم قطعش میکنم. بیلد این ایمیجه، یعنی دستورش که اینجاست، دشتی هم که دشتش تگه، اونجا که یادم اینه همون اسم است، ترای 3 مثلا، و اینتر که بزنی شروع میکنه میگه من اول باید برم ایمیج نود 18 رو بگیرم، این همون ایمیج است که اونجا بود. البته من الان مشکل فکر کنم فیلتر شکنی هم دارم، مشکل اکسسی خورد. حتی این هم چند بار اجرا بکنید اوکی میشه. یکم این مک چیزه، ولی خلاصه کارش اینه که وقتی اینو میسازیم، خلاصه وقتی این کامنده رو بزنیم یه همچین ایمیجی ساخته میشه، یعنی آخر این کامنده که اجرا بشه یه ایمیج برای ما ساخته میشه، حالا به اسم ترای 3. اوکی. و حالا برای ریاکت جداه، برای چیز جداه، یعنی هر پروژه‌ای که تو ذهنتون میرسه مثلا یه همچین چیزی برای ما ساخته میشه. میگم الان یکم بگو. اینجا اوکی ما یه پروژه داکریش حالا این میخوایم بریم رو سرور. آره اینجا باید چیکار کنیم؟ میخواد بفرستیش رو سرور. ببین رو سرور دیپلوی، ببین روی سرور حالا یه نکته‌ای داره که جلوتر باید بگم، بعد به سرورش برسم. یه داکر کامپوز هم باید بگم که اینا با هم نتورک میشن، چی میشن چی نمیشن، بعد اونم بهت میگم. حالا یادت نره اگه جوابش حالا بر دلیلی ندادم بیاد باشه مثلا نگرفتی بگو بگم اینو. خلاصه پس این داکر فایل شد، دستور رو بیلد میزنیم میاد بالا. حالا مثلا یه پروژه‌ای بوده رانش میکنم، پورتش هم میگه 3000، من اصلا میخوام 4000 رو بس کنم مثلا ران. اون پروژه چون بیلد شده و چیز شده خیلی هم سریع میاد بالا و نکتهش هم اینه که حتی سرعتش یه وقتایی از سرعت سیستم خودت هم شاید بیشتر بشه. من این حس رو داشتم و اون پروژه Next.js با همین سرعتی که دیدی اومده بالا.
ولی حالا نکته داره دیگه، به هیچ جا وصل نیست. اگه APIش هم درست بود کامل میشد. داره مثلا به در دیوار میخوره. ولی مهم اینه که یه پروژه Next.js رو من با یه ایمیج ساختم میتونم بیارم بالا. پس اینم از این. مقدار CPU، رم اینا میبینیم مثلا یه 20% حدوداً اضافه شد بهش. اینم استاپ کنم. پس یه سوال بپرسم. بگو. ببین ما الان یه بک داریم در هر پروژه یه فرام. شما بک رو یه جلو تاکن می‌کنید. میدیش بالا یه سرور. خب آره. فرام هم جلو تاکن می‌کنید نمیدی بالا. هر کدوم میگی تو چه پورتی اجراشه و اینا رو من بس. آره. حالا جلوتر وصل کردن اینا هم میگم که جفتشو با هم پس نمیدن. روی یه داکر فرام. نه، هر کدوم از پروژه داکر فایل جدایی داره، ولی حالا که گفتی یه چیزی داریم جلوتر باش آشنا میشیم به اسم داکر کامپوزه که اینا رو به هم وصل میکنه. یه نتورک میکنه، یه جا میکنه، میاره بالا. آره همونه. میام جلوتر بریم جلوتر ببینیم تو این اسلایدها این آقا با ما چی گفته. میگه که موقع دیولپمنت بیلد میشه و میتونیم انتقال بدیم، خیلی کرییت و استور و فلان میشه و حالا مثلا کاربردهای این پولو میگه که چه اتفاقاتی میتونه براش بیفته. با ایناش ما فعلا کاری نداریم. میگه که لایه های ایمیج چند لایه است. یه کرنله که مال خود داکره، معمولا مثلا یه یه لینوکسی اون پایین ماینا ران شده و یه سری دستورات این بالا و حالت کپی، یعنی منطقش اینه که آقا یه لینوکس اون چیزا رو داره توضیح میده، داکر فایل رو اینستال کرده، پایتون رو آپگریدش کرده، کپی کرده چیزایی که لازم بوده رو و نصب کرده. یعنی تقریبا کاری که ما تو همین Next.js کردیم. ما یه لینوکسی داشتیم که روش Node.js داشته ورژن 18. یه فایلی مثلا بهش میگیم داداش تو یه فولدر وبسایتی رو برای ما بساز، در نظر بگیر، فایل پکیج جیسون رو برای من داشته باش اونجا. حالا وقتی میگن هم کل فایل کن، تقریبا کل فایل میشه. حالا و یارن اینستال بکن و بعدش یارن بیلد بکن. ما کار با این بقیه‌شو ایناش هم نداریم، ایناش تقریبا چیزه. و میگه حالا کپی بکن و فلان کن اینا. حتی عملا این کد اضافه است تقریبا چیزی که من دارم میبینم، ولی باید اجرا بشه. حتی یه یارن اینستال هم میخوام و اکسپوز هم که خروجی بده پورت 3000، یعنی با لوکال هاستا خروجی بدن پورتش. این هم که کامند آنلاین آخرشه، لستش. بریم جلوتر که طولانی نشه جلسه. و یه نکته مهم، دو سه تا نکته هست. یکی این که چه کاری بود ما اسلاید بودیم فعلا، بحث پرسیست کردن دیتاست. حالا ما رو پروژه فرانت اینو حس نمی‌کنیم، ولی کسی که دیتابیس میخواد بیاره بالا میگه داداش من فایل دیتابیس هم ران میشه. یا کسی که وردپرس میاره بالا میگه من تو قسمت ادمینش مثلا فایلایی که تو آپلود میکنم عکس و فیلم ها میخوام ذخیره بشه یه جایی، دیتا ها مثلا مونگو دی بی میارم بالا یه جایی ذخیره بشه. توی داکر یه چیزی دارن به اسم داکر ولوم چیه؟ خیلی هر بحث ساده ایه، یعنی برعکس همین چیزیه که میگه آقا یه سورسی رو به یه تارگتی بر من وصل کن. سادش اینه. یعنی چی؟ یعنی تو دستوراتی که اجرا میکنی، میخوام دستور مثلا رسمیشو ببینی، یعنی دستور آفیشیالشو ببینی، تقریبا یه همچین چیزیه که حالا با مونت گفته، خلاصش تقریبا یه همچین چیزیه. حالا اون کامندی که میخوام پیدا نمیشه، احتمالا این که داکر کامپوزشه، جلوتر توضیح میدم. و خلاصش اینه که حالا شاید تو همین اسلاید هم باشه، یادم نیست، اینه که آقا یه مسیری رو سیستم عامل اون لینوکس اون هرچی که هست، حالا مال من مک، اون مسیره رو، اون فولدره رو به فلان فولدر اون مونتش کن. اولا هم اون مونته وصلش کن، یعنی هر چی تو اون کپی شد یه دونه هم عیناً اینور بساز.
و دفعات بعدی که میخوای اون داکره رو بیاری بالا، اون فایل همون اون فولدر دقیقا این فولدر رو سیستمته و چیزی از دست نمیدی و پرسیس میشه و اینا بهت میگه اجازه میدی که یه دایرکتوری که اینجا بیرون از اونه با اونی که داخل اون داکر کانتینر هست با هم وصل بکنی و حالا هر بلایی هم که دوست داری سرش بیاری و اینا. چرا؟ حالا میگه داکر چرا استفاده شده؟ چون خیلی مدرنه قضیه، 44% از دیوآپس ها ازش استفاده میکنن، پذیرفتن اینو و 80% اصلا بحثای کلود مثلا ابراروان و حالا مثلا آژور و فلان و اینا از همینا دارن استفاده میکنن. مثلا شما نمیدونم والا چقدر درگیر شدین ولی میرید توی هاستینگی میزنید آقا من یه وردپرس هم میخوام، یه زارت بیا پروژه وردپرس آماده شد، مثلا فاصله 5 ثانیه تقریبا از همین تکنولوژی داره استفاده میکنه. حالا ممکنه تکنولوژی دیگه هم استفاده کنه. بحث سرعتشو میگه، بحث قابل انتقال بودنشو داره میگه. آره و جلوتر هم میایم روی توضیحات. حالا خیلی بحث میگه تو میکرو سرویس ها به کار میاد، توی اپلیکیشن یه سری توضیحات اینجوری نمیخوام واردشون بشم، کدوم توضیحاتی داره و تقریبا قسمت آخره حالا داکر که مونده بود داکر کامپوز. بذار ببینم این چی گفته. حالا همین با هم توضیحات میدم. بریم فکر کنید حالا ما یه وردپرسی داریم که نیاز به دیتابیس داره. میگه اوکی من مایسکیل رو نصب کردم، وردپرس هم نصب کردم، مایسکیل رو ران کردم. این دش ای هم کوتاه این وسط توضیح بدم که گیج نشید. دش ای همون environment هست. هر داکر ایمیجی میاد بهت میگه که مثلا میگه که آقا میتونی پسورد مثلا الان بر مایسکیل اینه، مایسکیل روت پسورد رو بیای به من بگی که روته. یا مثلا من دیشب داشتم رو همین مایسکیل کار میکردم، این دیتچه نیمشو گذاشتم SQL 1، اینجا دش ای هست که میخواستم میگم که داداش رمز اون مایسکیل پسورد رو بذار پسورد و یه دونه دیگه هم بهش گفتم آقا اسم دیتابیس رو بذار مثلا استخر. یوزری که من میخوام معرفی بکنم حالا بذار این حالا یکم بگیر و گر خورد ولی درک کن. این بحثم اینه که این انوایرمنت ها رو تو میتونی اینجوری بهش انتقال بدی. یعنی در کنار اینکه داری اون داکره رو ران میکنی، یه کانتینر میسازی، یه سری شرایط هم دوباره هی بهش بدی کاستومایزش بکنی. پس اینجا گفته آقا پسوردش هم بذار روت، مایسکیل رو برام ران کن. پایینترش هم گفته که بیا وردپرس هم ران بکن. ولی یه مشکلی هست این وسط. چه اتفاقی میفته؟ این داکر وردپرسه روی یه چیز جدای ایزوله ران شده، مایسکیل روی یه چیز جدایی برای خودش ران شده و تنها نقطه مشترکشون سیستم تو هن که اصلا اینا با هم دیگه شاید همدیگه رو نبینن و نمیبیننم. یعنی لوکال هاست این با لوکال هاست این فرق میکنه. اینا رو میان با به اصطلاح داکر کامپوز با هم به هم دیگه معرفیشون میکنن. کلا همین یه فایلیه، فایل یمل هم اگر نمیدونید یه جور مثل جیسونه، یکم حالا ساختارش فرق میکنه. اینجوری که اولش ورژنشو میگی، فکر کنم الان 3 اومده یا 4 اومده، میگی که اسمشو گذاشته دی بی، ایمیجش مایسکیول، انوایرمنتش هم اینجا خب توضیح دادم، اینجا گفته انوایرمنتش روت، پسوردش روت باشه. یه دونه دیگه هم دارم وردپرس دیپند آن، یعنی وابسته است به این دی بی، یعنی اول دی بی رو ران کن بعد اینو بساز. به همین سادگی کامنداش دستوراتش. ایمیجش وردپرسه، پورتش هم 8000 رو وصل کن به 80 که من ببینمش رو پورت 80 و انوایرمنتش هم مثلا دی بیش هاستش دی بیه و پسوردش هم روته. و وقتی داکر کامپوزر رو ران کنی همه اینا توی یه فضا با هم میان بالا. البته این چند تا نکته دیگه هم داره، مثلا نتورکشون رو مثلا معرفی میکنن، انوایرمنتشون رو که حالا گفته و دیپندنسیاشون هم که به هم گفته و تقریبا دیگه توی یه بستر اجرا میشن.
یعنی وقتی کامپوزر مثلا این داکر کامپوزر رو میاری بالا، با یه کانتینر جفتش میاد بالا. و جلوتر که دیگه گفته داکر کامپوز آب که میاد بالا، یه همچین چیزی. یعنی کامل دیگه یه پروژه رو میاری بالا. کلیت کار داکر همین بود. یعنی تهش هم تو میخوای مثلا یه پروژه مثلا نود جی سی بیاری بالا، اون داکر ایمیج تو ساختی، وصلش میکنی به فلان دیتابیس و به این ور یه سری انوایرمنت دادی، به اون ورم یه سری و اینا رو به هم وصل میکنی. و ببینیم جلوتر چی. واسه هر پروژه، یعنی پروژه بک و فلان، یه داکر کامپوز باید بزنیم برای بک یا فرانت. YML چی؟ آره این YML باید یمل بهش شنیدم. ببین داکر کامپوز یه دونه است، یعنی محوریت مثلا من روی همین پروژه مثلا همین فایلا به این یه پروژه دارم، فرانتش نیکس جی اس، یه دونه دارم نود جی اس، یه دونه دیگه دارم پنلشه. خب میخوام اینو آمادهش کنم که بفرستمش رو سرور. نیکس جی اس شو که داکر فایلش رو ساختم، چیز برای فرانتش دیدید. نود جی اس شو حالا دیشب زدگیش بودم و اینا، داکر فایل اینم میسازم و ایمیجش یعنی تست میکنم که ساخته میشه، میاد بالا، اوکیه. حالا پنلش هم فعلا نزدم، میام اینجا یه داکر کامپوز مینویسم، میگم که ببین این استخره که اینجاست، داکر این ایمیجی که از این ساخته میشه و این ایمیجی که از این ساخته میشه رو، اینا رو با یه سری شرایط به هم وصل کن. تازه یه دیتابیس هم دارم برای نود جی اس و فلان دیتابیس، اینا رو با هم دیگه وصل بکن. یه داکر کامپوز میام من اینجا، یعنی تقریبا اینجوری میام یه، اگه اشتباه نکنم داکر کامپوز داد YML هم میگن، یمل هم میگن، یه همچین فایلی هم اینجا میسازم. خب حالا با توجه به چیزایی که مورد نیازمه که دیدی مشابهش، حالا اگزمپلش اینجا هست، اینجا میزنم و تقریبا تو پروژه های فرانت و بک اند و اینا دیگه نمیام مثلا اینجوری به API بزنم حتی، یعنی بگم آقا بیا بزن به فلان API و اینا، میام در اصل حتی اونجا لوکال هاست میزنم. یعنی به جایی که بگم برو به بک اند بزن، میگم که آقا به لوکال هاست مثلا 4000 بک انده بزن به اون. یا مثلا به همین نود جی اس که نود جی اس باید باشه یا این نیکس جی اس هست، یا نود جی اسی که مثلا همینجاست، اینم بیارم یه دقیقه بالا داکر فایلشو. ببین به همین نود جی اس هم اگر بخوام بگم که رو پورت 4000 مثلا اومدی بالا، بهش اینجوری میگم که فایل EMV شو نمیبینم. آها اون یه پروژه میگم خدای نمیبینم .env. یعنی حتی مثلا میخوام دستور به نود جی اس بدم که وصل بشه به مای اسکیل، بهش میگم لوکال هاست تو برو فلان پورت تو ببین و رابطهشون انگاری که میرن روی سیستم، روی نتورک میرن، روی شبکه میرن که پورت های همو میتونن ببینن و همه اینا تو همین داکر کامپوزه ران میشه. و در نهایت تو یه پروژه‌ای داری که حالا به چند طریق میشه آپلودش کرد روی پروژه، روی به اصطلاحاً روی سرورهای دیگه یا دست مردم. بذار من یه تکست ادیتور بیارم که نهاییش کنیم. ببین به چند طریق، به دو طریق تقریبا فکر کنم میشه که این پروژه رو بدی دست مردم. یا اینکه کل فایلا رو، فایل و فولدر رو همه رو بذاری روی سرور، یعنی دقیقا همچین چیزی که من اینجا دارم. یعنی مثلا برای این همه اینا رو میذارم روی اون و دستور داکر کامپوز رو میزنم، خودش میره ایمیج رو میسازه اگه نداشته باشه، اگه داشته باشه ازش استفاده میکنه، همه رو دیگه اصلا من دیگه کاری ندارم با این، میره همه کاراشو میکنه میاره بالا. یه مدل دیگه هم هست، من فقط داکر ایمیج رو اصلا فایل داکر ایمیج رو بهش میدم، میگم ببین من یه داکر ایمیج دارم مثلا
این فرانتشه، این بکشه، این هم پنلشه. دیگه تو کاری نداشته باش، فقط مثلا یه داکر کامپوز هم دارم میارم بالا. و یه نکته دیگه هم بگم به عنوان نکته فکر کنم آخر باشه، شما در طول اینکه یه سیستمی رو ران میکنید، مثل همین Next.js که با هم رانش کردیم، دسترسی دارید به فولدرهای توش، به ترمینال توش و بیشتر برای دیباگ کردنشه. ناکن الان این گفته که آقا پورت 3000 اومده بالا و فلان، و اینم که حالا سری دیتاهای تخصصی تره، با اینم کار نداریم. توی فکر کنم اینجا باید باشه run the container. ران شد دیگه، ران نشد. ببین این همون ورک چیز است، این همون ورک دایرکتوری است و وقتی ls بزنم خواستم اینو بهتون میگم که کلا فایلاتون هم تو اون داکر ایمیج هست و چیزی نیست که حالا بخوایم خیلی مخفی کنیم بگیم الان ما داکر ایمیج به طرف دادیم دیگه فایلامون دست خودمون و اینا نیست. این نکته هم داره و حتی اصلا اینجا فایل هست که داره دیتا هاشو میگیره و اینجا هم هر دستوری میتونید ران کنید، یعنی یارن استال بزنید، فلان بزنید، هر لینوکسه، یه لینوکسی دستتونه. و اینم اگر می اومد فایلا رو بهتون نشون میدادم، اینم فایل همون لینوکس است که اینم همون دایرکتوری است که بهتون گفتم و فایلای ما توشه، Next.jsشه، فلانشه. میبینید اینم گفتم که راجع به اون داکره بهتون گفته باشم. آها، یه سوال خوبی پرسیدی. یکی از کارهایی که خیلی راحت کرده CI/CD نوشتن و همین داکر است. چرا؟ دو دلیل. دلیل اولش این که کش خوبی دارن این داکرها. یعنی من اگر دقت کنید، من مثلا اینجا یه کامندی رو با هم زدیم یه مثلا داکری ساخته بشه. خب یه سری از مراحل رو اصلا وقت نذاشت براش، 0 ثانیه رد کرد رفت. میبینی داکر فایل ترانسفر چی شده؟ 0 ثانیه. حالا جلوتر اگه مراحل بعدیش هم نشون میداد 0 ثانیه میزد. خب پس کش خیلی خوبی داره، پس سرعت ما خیلی بالا میره. خب یکی از این دلیله و دلیل بعدیش هم که خب دیدید دیگه یه چیزی رو کانتینر درست کردیم. بریم پروژه داکر فایلمون هم مثلا حالا بد نیست اینجا هم ببینیم داکر فایل PWA. حالا که کلی حرف از داکر شد با هم اونم یه بررسی بکنیم ضرر نداره. PWA الان یه چی؟ پایپلاین فرام میشه، این میاد دوباره این داکر فایلی که داریم و دوباره بیلد میگیره. آره اگه لازم باشه بیلد میگیره. آره ایمیجش رو میاد ران میکنه، یعنی آره دیگه روی کانتینری آره ران میکنه و فقط یه نکته هم داره، حالا جدا از این که الان ما ایمیج استاپ بشه یعنی دیگه میاد پایین، چیزی که ما تو سرور گذاشتیم میگه اون دسته درسته. چی همیشه باید ران بشه ایمیجی که ران میشه. آره دیگه، حالا بستگی به اون تکنولوژی چی کار کرده طرف، اون دیوآپس کاره، همه اینا میتونه متغیر باشه. مثلا ما فکر کنم سمت خودمون یه چیز هم گذاشتن، یه کوبرنتیس هم گذاشتن. کوبرنتیس هم یه تکنولوژیه که تو همین کارهای دیوآپسه، یعنی من خیلی دیپ نشدم توش، فقط دور میدونم یه تکنولوژی خیلی خفنه که میتونه مثلا یه سری کارا رو برامون انجام بده. ولی همین پروژه اصلا چیزو داریم با هم میبینیم. اصلا یه سرور قوی طور باید باشه میگیری خاصی. ببین گفتم زیر 2 هسته. آره اون که همیشه باید رام باشه. زیر 2 هسته و تقریبا زیر 2 گیگ رم اصلا دیگه نباید باشه برای سرور. سیستم خودت دیگه زیر 16 گیگ نباید باشه. یعنی اگر مثلا حالا نهایت این مک هایی که مثلا مک باشه با 8 گیگ رم بتونه جواب بده، ولی رو ویندوز که اصلا من ران کردم. آره من با آره من در حد دیباگه آقا. مثلا خود من دیشب مثلا در حد این که مثلا میخوام یاد بگیرم، در حد این که
اونا که خب بلدن که دیگه عمرن مثلا نمیرن رو سیستم خودشون این بلاها رو سرش بیارن، چون فشار میاره. این داکر ساخته میشه، بعد نتورک زیادی هم مصرف میکنه. یعنی الان من داکر رو فقط همینو بهتون بگم، داکر دسکتاپ که خودش نزدیک 600 700 مگه، هر ایمیجی میسازی میبینی حجمشون رو زده 900 مگ، دیگه زیر 500 مگ معمولا نداره چون یه لینوکس هم توشه. بعد هر کانتینر مثلا همین جلوتون اجرا کردم، اگه بخوام بیلد بگیرم این داکر رو، میره مثلا یارن اینستال میزنه و یارن اینستالش هم اگه دقت بکنید دستور چیز داشت، دستور فروزن داره، یعنی هر دفعه از اول میره همه فایل‌ها رو میگیره و منطقی نیست، فقط در حد دیباگ کردنه که من دیولپر داکر فایلمو درست میکنم میارم بالا، به دیوپس کاره میگم که داداش خیالت راحت، من داکر فایل بیلد شده رو سیستمم اومده بالا، همینو بیار بالا. و یکی از خوبیاش که نمیدونم اشاره کردم بهش داکر اینه که داداش اینو من مطمئنم اومده بالا رو سیستمم، اونم میگه من مطمئنم که رو سرور میاد بالا. یعنی این استیبل بودنش خیلی خوبه. و این فایل پی دی اف مونه، فایل چیز خودمون چه بهش میگن، فایل داکر فایل پروژه شرکت اومده از یه پی دبلیو، اومده که مثلا فکر کنم اشتباه بستم متاسفانه، هیچ دستم هم اینجا اشتباه خورد، الانی که بیاد پایین یه چیزی ببندیم بشین و خب بریم دوباره یعنی یه اشتباه میکنی پی دبلیو داکر فایل رو دوباره بریم ببین. خب اومده از ایمیج نود آخرین ورژن LTS گذاشته، همین دهن ما رو خیلی وقت سرویس کرده، وقتی شاید ندونید، ولی مثلا بهش گفتی اگر مثلا به مشکل خورد میتونی همینجا ورژن رو بیاری پایین، ولی این گذاشته رو آخرین نود جی اس رو بره استفاده بکنه، یه اسمی هم گذاشته براش به اسم بیلدر و پکیج جیسون رو کپی کرده. این یه مثلا هر دیوپس کاری میگم کار خودشونو میکنن، مثلا ما یه سیستم داخلی برای شرکت خودمون داشتیم، این کامنده بره اینو استفاده بکنه و نصبش بکنه، یه پوشه بسازه ریاکت یو آی، مووش بکنه و حالا یه سری کارهای دیگه هم کرده که اصلا شاید لازم نبود و یه ورک دیر به اسم ریاکت یو آی کپی کنم چی و توش بیلد بگیر. بعد انجینیکس آلپاین، همون آلپاینه که زیاد شنیدیمش، انجینیکس توش نصب بکن، یعنی از داکر استفاده کن یا بیار تو بازی نکست رو. کانفیگ اینو وردار بذار توش، این کانفیگ همین نکست هست که اینجا من همیشه بهش ایراد میگیرم، چرا باید انجینیکس اینجا این پروژه دیگه است تو روت پروژه کانفیگ داریم، کانفیگ انجینیکس رو میره کپی میکنه تو اون به اصطلاح انجینیکسه و یه سری چیزها رو پاک میکنه و فلان میکنه و یه سری چیزها رو کپی میکنه توش اون ریاکته، اینی که اینجا ورک دیر بود و یعنی اینجا دسترسی داره بهش، پوشه بیلدش رو میره ور میداره تو پوشه روت انجینیکس میذاره. حالا یه ذره انجینیکس کار کرده باشین یه چیز ساده نیست. پورت 3000 به اصطلاح این ریاکتر رو فکر کنم وصلش میکنه به 80 انجینیکس یا شاید هم جفتش، این کامند دوتاییشون نمیدونم، ولی قصد اینه که فکر کنم رو انجینیکس پورت 80ش اکسپوز بشه و این هم کامند آخرش رو ران کرده که نمیدونم این چیه، دیمن آف برای انجینیکس چی کار میکنه، این کامند آخری رو نمیدونم، ولی در کل یعنی با همین فرمول میتونی هر داکر فایلی رو بخونید و هر داکر فایلی که بلد نبودید یا اصلا نمیدونستید چیه سرچ کنید تو اینترنت و حتی مثلا سایت Next.js هم که میره مثلا همینجا برم من تو داکش، ولی اگر توی دیپلوینگش برم احتمال زیاد در مورد داکر باید حرف زده باشه. نه یک داکر کانتینری که میخوای مثلا اینجا من میرم که داکر رو نصب کن، کلون کن، فلان کن، ایمیجتو بیلد بگیر و ران کن. با این مثال
یعنی میخوام بگم چیزیه که کامیونیتی همه قبولش کردن، این خیلی مهمه و داکر فایلش رو میتونیم اینجا ببینیم. داکر فایلش هم خیلی پیچیده نوشته، از Node.js استفاده میکنه، بگم یه سری چیزا رو استفاده میکنه. اینم دستوراتیه که مربوط به لینوکس و ایناست، سرتیفیکیت و مرتیفیکیت و یه سری اپلیکیشن و ایناست. یعنی اگه دستوری دیدید عجیب غریبه مربوط به این چیزاست معمولا. یه سری چیزا رو دوباره کپی میکنه مشابه اونا، یه سری کامندا رو ران میکنه، این ران معمولا کامند ران میکنه، یه فولدر درست میکنه، یه سری فایل توش کپی میکنه، دوباره بیلد و یارن بیلد میزنه و در ادامه حالا داره یه Node.js هم میاره بالا ظاهره و این بیسه، این بالا تعریف کرده بیس گوش ایناش. این بیسه رو دوباره رانر تبدیلش مثلا استفاده دیگه میکنه ظاهرا ازش و اون انوایرمنتی که گفتم یه سری به اصطلاح میگه پروداکشن باشه، پروداکشن رو برام استفاده کن تو حالت پروداکشن و یه گروه بساز، یه یوزر براش بساز، کپی کن، فولر بساز. یعنی کاملا دستور لینوکسی هن دیگه، دسترسی بهش بده به فولر دات نیکس و دیگه چیکار کرده؟ یه سری حالا اون فولره که بهش دسترسی دادی فلان دادی و کپی بکن این دوتا رو. حالا مثلا من ران کردم به این خط ارور خوردم، دیدم مثلا استندالون ندارم، این خط رو کامندش کردم و یوزر رو مثلا بهش معرفی کرده، این یوزره که این بالا ساخته بود ازش استفاده کرده بود، یوزر بهش معرفی کرده و پورت 3000 هم اکسپوز کرده، انوایرمنتش هم گذاشته رو 3000 رو هاست نیم براش تعریف کرده. یعنی کامنداش خیلی راحته و اینو بیلد میگیری. من بیلد کردم مثلا با این خط به مشکل خورد، با این خط هم به مشکل خورد. خب میگم ممکنه که به مشکل بخورین ولی سرچ میکنین و یه ذره باش بازی کنین، چیزی نیست که خیلی حالا یه باره. جلوترم برای کاره خیلی دیگه گسترده تر میگه، مثلا خیلی چیزا رو بخوایم کنار هم بیاریم بالا و فکر کنم چند تا داکر کانتینر رو بیاری بالا و یه سری کارا بکنی. داخلش هم گفته تو لینوکس اینجوری با چند خط دستور نصب میشه و تو ویندوز هم که میگن به همین ترتیب. دیدین تو سایتش. حالا مثلا فقط یه نکته هم راجع ویندوز بگم یا حالا راجع چی؟ من دیرم شده اوکی اگه 2-3 دقیقه میتونی وایسی، 2-3 دقیقه آخرین نکته است دارم میگم اگه سوالی نباشه. آره اینم بگم تمام. فقط برای نصبش اگر به مشکل خوردید یا حالا هر چیزی بود، حتی نکتم این بود که این پایین سمت راست بغل ساعت تو ویندوز باید عددش آیکونش آبی شده باشه، یه همچی چیزی یادمه، یه همچی اتفاقاتی باید بیفته و حالا تو یوتیوب اینا هم سرچ بکنید مثلا اگه جایی مشکل خوردید هست، مشکلات یعنی حل میشه، ویدیو هست باشه. دیگه چی؟ سوالی اگر هست، اگر نیست که کم یه همین اسلایدر رو اوکی و همین فیلمش هم میذارم براتون. حالا این باید یه لاگینی هم ازش بکنم که امیدوارم حالا به کار بیاد. ولی اینو تو شرکت‌های دیگه من شنیدم که مثلا میگن طرف داکر بلدی و در جوابش بگید که در چه حد بلدم، در حد این که مثلا یه داکر فایل ایمیج رام بکنم روی سیستمم و اینا. آره همینه، بیشتر از این نیست. و ممکنه که مثلا بک اند کاره دیگه نخواد بیاد برای تو یه سری هی بک اند ران بکنه فلان ران بکنه، چون یه سری مثلا میگن بیا یه مای اسکیل نصب کن رو ویندوزت، مای اسکیل نسخه 10.1 10.2 ما به مشکل میخوریم. بعد میگه خب اوکی، بعد یه زمپ نصب کن، ومپ نصب کن، بعد پورت فلانشو فلان کارو بکن، این کار. ولی نه، داکر فایل رو بهت میده، تموم میشه میره، یعنی بدون هیچ دیگه خونریزی. ریکوردم استاپ میکنم.